به نام و یاد خداوند بزرگ و بخشاینده. سلام هموطنان عزیزم، امیدوار هستم در هر گوشه و کنار از افغانستان یا بیرون از افغانستان که زیست میکنید حالتان خوب، تنتان سالم و لبتان پر از خنده باشه و روزهای سرد سال را با دلهای گرم در کنار عزیزانتان پر از نشاط سپری کنید. عزیزان بیننده، خیلی خوشحال هستم که با میزبانی یکی دیگر از برنامه ها در خدمتتان هستم. شما بیننده و شنونده صحت برای همه از دریچه معارف هستید. طبق معمول در این هفته هم در یکی از شفاخانه های بزرگ، استاندارد و مجهز شهر کابل آمدیم. ما در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان آمدیم و طبق روال برنامه امروز هم یکی از موضوعات خیلی مهم و اساسی را انتخاب کردیم. موضوع برنامه امروزی ما گاز گرفتگی هست. اینکه گاز گرفتگی چیست؟ چه چیزا عامل یا سبب میشه که ما با گاز گرفتگی مصاب شویم و ما چگونه میتوانیم از گاز گرفتگی نجات پیدا کنیم را در این برنامه من احمد منصور مسعود با جمعی از عزیزان و همکارانم تهیه و تقدیم شما میگردانیم. پس تا پایان ما را تنها نگذارید و بیننده برنامه خودتان صحت برای همه بمانید. حال هم میرویم سوی سوالاتی که هموطنانمان از دکتر صاحب پرسیدند. ما دکتر صاحب نه دا سوال ده چې گاز څه شی دی او څه ضررونه لري، موږ یې باید څرنګه استفاده کړو؟ سوالی که ما که از دکتر صاحب محترم داشتیم در رابطه با علائم گاز گرفتگی است و چگونه ما بفهمیم که با گاز گرفتگی مصاب شدیم و چه علائم را در هنگام گاز گرفتگی انسان از خودش بروز میده. سوالم از جناب دکتر صاحبی است که اگر ما وقت مصاب به گاز گرفتگی میشویم کارهای عاجل را که میکنیم آن چی است؟ اگر توضیح بدید. میخواستم از دکتر صاحب بپرسم وقتی که ما مبتلا یا مصاب به گاز گرفتگی میشیم قبل از اینکه پیش دکتر بریم کدام کارهایی است که ما قبل از پیش دکتر رفتن او را انجام بدیم؟ بیننده های نهایت عزیز و ارجمند، شما بیننده و شنونده صحت برای همه از دریچه معارف هستید و سوالات همشهریانمان را با هم یکجا شنیدیم و در این بخش برنامه من هم تنها نیستم و یک تن از دکتر صاحبان متخصص و خوشکلام را در برنامه با خود دارم. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه. چه خوب است که در نخست در ابتدا یک معرفی کوتاه از خود به بیننده ها داشته باشید و بعد میپردازیم به سوالاتی که راجع به گاز گرفتگی هست و سوالاتی که همشهریانمان در این مورد از شما پرسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتان و بینندگان عزیز تلویزیون معارف. من دکتر سید فرید شاه رفیعی هستم، متخصص امراض داخلی عمومی، موظف در سرویس داخلی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و خوشحال هستم که امروز از طریق این برنامه در خدمت هموطنان خویش قرار داریم. خیلی خوشحال هستیم دکتر صاحب که شما را در برنامه با خود داریم. قسمی که در ابتدای برنامه یادآور شدیم، موضوع امروزی برنامه ما گاز گرفتگی است. چه خوب است که در ابتدا یک تعریف کوتاهی از گاز گرفتگی داشته باشیم. گاز گرفتگی چیست و چرا به وجود میاد دکتر صاحب؟ گاز گرفتگی یا تسمم با گاز حالتی است که از اثر مواجه شدن انسان ها به گازات مضر در ترکیب هوا به ایجاد میشه. وقتی که فیصدی یا مقدار گازات مضر در ترکیب هوا زیاد میشه و انسان به او مواجه میشه دچار گاز گرفتگی یا تسمم با گاز میشه. خب گازات مختلف میتونه که سبب ایجاد تسمم نزد افراد شود، ولی گازی که زیاد معمول است اما گاز کربن مونوکساید است که از اثر سوخت بسیاری مواد عضوی مثل تیل و گاز و زغال اینا ایجاد میشه و وقتی که فیصدی از این در هوا از حد نرمال بلند میره بسیار زیاد میشه و این داخل بدن انسان میشه باعث ایجاد تسمم با گاز یا همون گاز گرفتگی میشه که میتونه مشکلات عمده سیره برای افراد ایجاد کنه. خیلی خوب دکتر صاحب، ما که فهمیدیم گاز گرفتگی چی است، حالا شما بگوین که علائم یا همون نشانه های گاز گرفتگی چی است؟ ما چگونه بفهمیم که با گاز گرفتگی مبتلا یا مصاب شدیم؟ خب گاز گرفتگی میتونه پیش افراد به دو شکل واقع شود. یکی به شکل حاد که دفعتاً واقع میشه و دفعتاً اعراض علائم ایجاد میکنه که او یک حالت عاد یا حالت ایمرجنسی است و این افراد باید عاجل به شفاخانه رسانده شوند که علائم از او جداست. ولی یک حالت دیگه هم ما داریم، یک مواجه شدن مزمن با گازات است. کسایی که دائم با گازات سر کار دارن اینا میتونن که دچار تسمم با گاز شوند به مرور زمان به تدریج، مثل کسایی که در گراج کار میکنن، موتور داخل چالان میشه داخل محیط بسته یا کارهای دیگه میکنن که با گازات سر کار دارن، یا ای که با گازات مضری که در ترکیب هوا یا غالده در بیرون مواجه میباشه، مثلا از سوخت مواد بی‌کیفیت، از تیل ها، از رابر و مواد چرب اینا که میسوزه، این گازات مضر رو در هوا تولید میکنه و این گازات افراد به صورت مزمن دوامدار با این گاز مواجه هستند که اعراض علائم مزمن به وجود میاره. ولی حالتی که حالت عاد یا
ایمرجنسی دی است، همون حالت مواجه شدن حاد با گازات است که بیشتر گفتیم با گاز کربن مونوکساید مواجه میشن. وقتی که افراد با گاز کربن مونوکساید مواجه شد، خب اصلا اینطور است که وقتی که تمام مواد عضوی که میسوزن اینا گاز کربن دی اکساید تولید میکنن، ولی در بعضی حالت ها وقتی که این به صورت درست نمیسوزه، وسیله سوختش خراب است یا ای که اکسیژن هوا کم است، این به جای از اینکه با یک اکسیژن ترکیب شود با دو اکسیژن ترکیب شود با یک اکسیژن ترکیب میشه و کربن مونوکساید میسازه. گاز کربن مونوکساید مشکل یا خرابی که داره این است که تمایل ترکیبیش با هیموگلوبین. خب اگر کمی وضاحت بدیم که هیموگلوبین امو یک ماده یا یک چیزی از در خون که وظیفه انتقال اکسیژن داره که اکسیژن از ششم میگیره و به تمام بدن انتقال میده. زمانی که کربن مونوکساید داخل بدن میشه، این تمایل ترکیبیش با هیموگلوبین نسبت به اکسیژن 200 تا 300 مرتبه بیشتر است. این جای اکسیژن میگیره و همین است که به عضویت به انساج مختلف عضویت اکسیژن نمیرسه. مخصوصا همین انساج و قسمت‌های از بدن که در مقابل اکسیژن بسیار حساس هستند، در مقابل کمبود اکسیژن اینا باید دچار اعراض علائم میشن که اعراض علائم از اون سیستم به وجود میاد. یک سیستمی که زیاد به اکسیژن نیاز داره و زیاد در مقابل کمبود اکسیژن بسیار حساس است، دماغ یا مغز است. وقتی که با گازات ما مسموم میشیم، بر اکسیژن به دماغ نمیرسه، به مغز نمیرسه و خب اگر گفتیم که فیصدی کم باشه میتونه که اعراض علائم جزیره ایجاد کنه، مثل یک سرگیچی و سردردی و یگان گنگسیت اینا پیشرفته تر میشه، میتونه باعث ایجاد دلبدی و بیحالی و اینا شوه و در مراحل پیشرفته تر میتونه که باعث ایجاد ضعف و بیهوشی و کما و حتی اگر بسیار زیاد باشه که میگه اگر بیشتر از 60% هیموگلوبین بدن با کربن مونوکساید ترکیب شوه میتونه شخص دفعتا به کما ببره و باعث مرگ افراد شوه. خب این حالت حادش است. حالت حاد حالت امرجنسی است که در اثر مواجه شدن دفعتاً با گازات به وجود میاد. کسایی که به صورت مزمن با گاز مواجه هستند، گفتیم کسایی که شغلشان قسمی هست یا با آلودگی های هوا یا با گاز و دود سر کار دارن، این افراد ممکن دفعتاً علائم ندارن، ولی در مرور زمان همین گازاتی که در خون از اینا گرد میشه میتونه که بر از اینا مشکلات عصبی پیدا کنه، مثلا ضعیفی حافظه و خستگی و عدم تمرکز و پارکینسون و دیگه آلزایمر، مشکلات عصبی مختلف میتونه به وجود بیاره. در قلب میتونه باعث ایجاد عدم کفایی قلب، باعث اریتمی، باعث از این مشکلات شوه. اما قسم در تمام سیستم بدن ده عضلات میتونه که باعث ضعیفی و خستگی عضلات اینا شوه. این حالتایی است که به تدریج آهسته آهسته نزد افراد به وجود میاد. خیلی خوب دکتر صاحب، ما که علائم گاز گرفتگی رو فهمیدیم، حالا شما راههای پیشگیری و وقایوی گاز گرفتگی رو برای ما بگوین. زمانی که ما به گاز گرفتگی مبتلا میشیم چی چیزها رو باید انجام بدیم، چی کارها رو باید بکنیم تا اینکه بیشتر بر ما صدمه یا آسیب نرسانه گاز گرفتگی؟ خب قسمی که قبلا گفتیم که گاز کربن مونوکساید یا همین گازات مضر دوا وقتی تولید میشه که یا مواد به کیفیت باشه یا به صورت درست نسوزه و یا اکسیژن در محیط کم باشه. به خاطر پیشگیری از این ما باید کوشش کنیم که ابتدا این وظیفه تنها مردم نیست، وظیفه مسئولین، وظیفه مقامات، کسایی که کار میکنن از اینا هستند که از ورود مواد به کیفیت کوشش کنن که جلوگیری کنن. گازات تیلای به کیفیت خوشبختانه در اواخر ما شنیدیم که چندین بار در بندرها گاز و تیل به کیفیت دور دادن و اجازه ندادن که وارد افغانستان شود. مواد باید با کیفیت استفاده شود. و دوم وسیله که دو مواد میسوزه یا گاز میسوزه او باید وسیله استاندارد باشه. ممکن مشکل در وسیله باشه که گاز یا مواد او سوختانده میشه و این باعث میشه که گاز به صورت درست نسوزه، به صورت ناقص بسوزه. قسمی که پیشتر هم گفتیم کربن مونوکساید از اثر سوختن ناقص مواد به وجود میاد. وقتی که مواد به صورت درست یا ناقص سوخت، گاز کربن مونوکساید در محیط تولید میشه. و موضوع عمده دیگه که هست همین موجودیت اکسیژن است. یک تعداد هموطنان ما عادت دارند کوشش میکنن که در فصل سرما همین اتاقا را مکمل قید کنن، هیچ مجرای برای ورود هوا باقی نمیمانه. وقتی که در محیط هوا کم شد، طبعا گفتیم که از اثر کمبود اکسیژن همون گاز کربن دی اکساید تولید نمیشه، گاز کربن مونوکساید تولید میشه که نهایت زهری و خطرناک است. اکسیژن اتاق یا اکسیژن محیط باید کافی باشه و راه بر تهویه و بر داخل شدن خارج شدن هوا وجود داشته باشه. موضوع دیگه موضوع تراکم افراد است. بعضی حالات افراد زیاد که در یک جای جمع می باشند در اتاق، خب میفهمیم که مردم مشکلات اقتصادی دارن، اکثرا نمیتونن که چندین اتاق گرم کنن، تعداد زیاد نفوس در یک اتاق جمع میشن. هر چقدر که نفر در اتاق زیاد میشه، اینا طبعا اکسیژن زیاد مصرف میکنن. وقتی که اکسیژن اتاق کم شد، این هم باعث میشه که اونمو از اثر سوخت مواد گاز کربن مونوکساید تولید شه. یک موضوع دیگه ای است که یک تعداد افراد عادت دارن که بسیار زیاد ازت گرم میکنن اتاق.
که هم هر چقدر که حرارت زیاد تولید میشه همه قدر اکسیژن زیاد به مصرف میرسونه و این باعث میشه که محیط به کمبود اکسیژن مواجه شود و گاز کربن منوکساید تولید شود. بنابراین برای پیشگیری از گاز گرفتگی، همین گاز گرفتگی هات، گاز گرفتگی تصمیم با کربن منوکساید، بهتر همین است، راه قایش همین است که ما کوشش کنیم که از مواد استاندارد استفاده کنیم. وسیله‌ای که گاز با او سوختانده میشه او باید استاندارد باشه و دیگه در محیط کوشش کنیم که اکسیژن کافی داشته باشیم، هم راه را بر ورود اکسیژن مساعد ساخته باشیم و هم از گپایی که باعث میشه که پیشتر ذکر کردیم که اکسیژن زیاد به مصرف برسه از این جلوگیری کنیم، کوشش کنیم که در اتاق اکسیژن کافی وجود داشته باشه. و دیگه اکثر تصمیمات با کربن منوکساید که واقع شده در جریان خواب شده. بعد وقتا یک تعداد هموطنان ما عادت دارن که گاز روشن میمانن خواب میکنن، اکسیژن کم میشه و گاز ناقص میسازه. خب اگر بیدار باشن شاید متوجه شوند از بوش یا مثلا از تغییر در رنگ شعله با وجود میازیم او مسائل شاید متوجه شوند، اما این وقتی که دولت خواب است متوجه نمیشن و غیر از اینکه دولت خواب طبیعی هم تنفس دپرس میشه، تنفس انسان ها کمتر میشه، عملیات تنفس کم میشه و مرکز تنفسی نه میشه. به این خاطر اینا دولت خواب زیاد مساعد هستند برای تسمم با کربن منوکساید که عادت بسیار خطرناک است. کوشش که اتاق گرم کنن وقتی که خواب میکنن، امو وسیله را که گاز تولید میکنه یا گرمی تولید میکنه او را خاموش کنن و از اتاق بیرون بسازن تا دچار از این حادثه نشوند. و یک موضوع دیگر که در بخش علائم شامبان کربن منوکساید علاوه بر اینکه با هیموگلوبین یک جای میشه، در عضلات ما یک چیز دیگه به نام مایوگلوبین داریم که با این یک جای میشه. وقتی که با مایوگلوبین یک جای میشه عضلات یک قسم ضعیفی و سستی و امو عضله نمیتونه که تقلص کنه و نرمال حرکت کنه. به این خاطر ما در شفاخانه شاهد هستیم بعضی افراد که میارن که دچار گاز گرفتگی شده میگن من میفهمیدم که مرا گاز گرفته ولی شور خوردن نمیتونستم، صدای خود کشیدن نمیتونستم، حس میکنه ولی چون به می دلیل که مایوگلوبین هم دچار تشوش میشه نمیتونه فعالیت خود درست انجام بده، اینا نمیتونن که خود شور بده. خب این به این خاطر گفتیم که از طرف شب و در جریان خواب میتونه که حالات خطرناک وارد بره که مسائل باید هموطنان ما زیاد متوجه باشن و اگر امکانات باشه کوشش کنن که خیر امو موادی که در یک اتاق میسازن امو را نیم کنن در دو اتاق بسازن، تعداد افراد تقسیم شود. گفتیم تراکم زیاد افراد در یک اتاق هم اکسیژن کم میسازه و هم اگر خدا را خواسته 2-3 بار بیاید باز این مشکل زیاد میکنه. و یک تعداد افراد است که زیادتر مساعد هستند به کربن تسمم با کربن منوکساید، پیش از اونها خطرناکتر است چرا که اونها مقاومت وجودشان ضعیفتر است یا اونها ضعیفتر هستند، مثل طفلای خرد، طفلای نوزاد، خانم‌های حامله و کسایی که زیاد مسن هستند که در قسمت توجه و مراقبت از اینا باید زیاد متوجه باشیم که اینا را کوشش کنیم که با از گاز کربن منوکساید زیاد مواجه نشن. برعکس که عادت که است که کوشش میکنن که افراد را زیاد گرم نگاه کنن، طفلای خود بسیار میپیچانن که شیوه درست برای گرم کردن نیست، کوشش کنن که از راههای معقول‌تر استفاده کنن. خب بخش دیگه سوال شما در مورد از این بود که چی کنن وقتی که با گاز گرفتگی ما مواجه میشیم، افراد مواجه میشه. اولین کاری که کنیم باید کوشش کنیم که زمینه را برای ورود اکسیژن مساعد بسازیم. اگر کلکینا دروازه سینا باید باز شود که اکسیژن کافی به اتاق بیاید. عاجل کوشش کنیم که شخص از اون محیط بکشیم، در یک محیط هوای آزاد انتقال بدیم. وقتی که در اونجا انتقال دادیم با گرفتن اکسیژن ممکن حالت بهبود پیدا کنه. ولی اگر گفتیم که فیصدی کربن منوکساید در محیط زیاد باشه و افراد دچار درجه پیشرفته از تسمم با گاز کربن منوکساید شود، او اکسیژن محیط کفایت نمیکنه. اینا باید اکسیژن خالصه و اون با فشار زیاد باید بگیرن، نه اکسیژن بالونه، که به این منظور باید افراد هر چه عاجل به شفاخانه یا به مرکز سی منتقل شود که برشان اکسیژن تطبیق شود تا اما گاز کربن منوکسایدی که در خودشان است خارج شود. بسیار خوب دکتر صاحب. دکتر صاحب بعضی از هموطنان ما هستن که با گاز گرفتگی مصاب میشن ولی اصلا نزد دکتر صاحب مراجعه نمیکنن و نزد خود بعض تداوی خانگی را میکنن. این چقدر میتونه که اضرار طویل المدت در بدنشون وارد بکنه؟ قسمی که بیشتر هم براتون گفتیم غیر از اینکه افرادی که به صورت مزمن با گاز مواجه میشن، کسایی که به صورت حاد هم دفعتاً هم با گاز مواجه میشن، ابی کربن منوکساید وقتی که اکسیژن به مغز، به قلب، به معده حیاتی نمیرسه میتونه که عملکرد از اونها را دچار اختلال بسازه. ممکن دفعتاً این علائم نداشته باشه و در آینده باز برشان مشکل ساز شود. به این خاطر افرادی که دچار گاز گرفتگی میشن باید حتما به مرکز سی مراجعه کنن تا از این نظر چک شوند
تا در آینده برشان مشکلات در سیستم عصبی، سیستم قلبی و دیگر سیستم های بدن به وجود نمیاد. این لازم است، چرا که گفتیم ممکن دفعتا لالایم نته، ولی چون اکسیژن برای مدت کوتاهی هم که به می اعضا نرسه، عملکرد از اینا دچار اختلال میشه، میتونه مشکلات عصبی در آینده برشان بار بیاید یا مشکلات قلبی، عدم کفای قلب، بی‌نظمی قلبی، اینا میتونه که از اثر امو نرسیدن موقتی اکسیژن به اعضا ایجاد شود که از این نگاه باید افراد چک شوند. خب بعض تداوی‌های خانگی را که انجام میتن مثل گرفتن لیمو و نارنج یا شربت میتن، اینا این مسائل زیاد در کتاب و از نظر علمی ثابت نشده، ولی تحقیقات که صورت گرفته اینا به تاثیر نیستند. خود ویتامین سی خاصیت آنتی اکسیدان داره، این میتونه که در خارج کردن کربن مونوکساید از خون کمک کنه و این خاطر چیزایی که ویتامین سی زیاد داره مثل نارنج و لیمو اینا را که میتن، این بدون مفاد هم نیست، میتونه که کمک کننده باشه. ولی به این صورت این تداوی‌ها جای تداوی اصلی که اونم گرفتن اکسیژن خالص است که باید باشد، جای تداوی طبی را نمیگیره. کوشش شود که این افراد حتما به دکتر مراجعه کنند تا از نظر طبی مسلکی اینا به صورت درست بررسی شوند و کمک که لازم است برشان صورت بگیره. بسیار تشکر دکتر صاحب. هموطنان خوب ارجمند، حال هم یک بسته معلوماتی در مورد گاز گرفتگی آماده نشر است، میریم با هم یک جا میبینیم و دوباره زود با دکتر صاحب برمیگردیم. جای نرین و بیننده باشید. برگشتیم از آن دکتر صاحب سید فرید شاه رفیعی را در برنامه با خود داریم. دکتر صاحب در ادامه سخنانتان میشه کمی هم در مورد پروسه تداوی گاز گرفتگی کمی صحبت کنین. کسانی که نزد شما مراجعه میکنن و به گاز گرفتگی مصاب شده، شما چه چیزها را برشون توصیه میکنن و چگونه پیش میره پروسه تداویشان؟ خب قسمی که قبلا هم گفتیم که تداوی عاجل و فوری و تداوی ضروری گاز گرفتگی همون گرفتن اکسیژن است. وقتی که افرادی که دچار گاز گرفتگی هستند یا به لحاظ گاز گرفتگی به شعبه عاجل شفاخانه مراجعه میکنن، برای باید اکسیژن با فشار بالا با فیصدی بالا برشان اکسیژن تطبیق میشه تا بتونیم دفعتا عاجل امو خطر را رفع کنیم. بعد از اینکه خطر رفع شد، در صورتی که امکانات موجود باشه، ما بیشتر هم گفتیم که میتونه بعضی اختلالات مزمن پیش افراد بار بیاره، به این خاطر از این نگاه باید تداوی شوند. اگر امکانات باشه مثلا خون مریض معاینه شود، از نظر سطح گازات خون اینا معاینه شود، معاینات از نظر قلبی و عصبی اینا صورت بگیره که ببینیم که کدام مشکل در سیستم باقی نمانده باشه و اگر احیانا مشکل باقی مانده باشه او تداوی شود. تداوی اصلی و تداوی عمده از اون تطبیق اکسیژن است. اکسیژن با فشار زیاد با فیصدی بلند باید بر مریض تطبیق شود. خب در پالیز پیشتر هم گفتیم که بعضا مثلا ما گلوکوز و ویتامین سی اینا را میتیم که او چیزا هم خالی از مفید نیست و میتونه که در بهبود سریع افراد کمک کنه. دکتر صاحب، شما کدام ادویه‌های کیمیاوی یا می دواهای طبی را برای کسانی که به گاز گرفتگی مصاب میشن توصیه میکنین؟ خب گاز گرفتگی کدام تداوی خاص دیگه نداره، کدام دوایی که باشه برش توصیه نمیشه. گفتیم که تداویش فقط اونمو تداوی با اکسیژن است و در پولش گلوکوز و ویتامین سی هم میتونه کمک کنه باشه. اگر گاز گرفتگی باعث اختلالات میشه، مثلا میتونه که در سیستم عصبی تاثیر کنه یا سر قلب تاثیر کنه، باعث بی‌نظمی‌های قلبی شه و اینا، که بازو تداوی بالخاصه خود کار داره و زیر نظر متخصص مربوطه بعد از اینکه معاینات صورت میگیره و این مشکلات تشخیص میشه، نظر به مشکلی که برش باقی مانده که مثلا مشکل در سیستم عصبی مانده یا در عضلات مانده یا در قلب مانده، نظر به مو هر کدامش باز تداوی بالخاصه خود داره که باز باید صورت بگیره. غیر از او تداوی اصلیش گفتیم تداوی اکسیژن است و در پولش اونمو تطبیق گلوکوز و ویتامین سی اینا میتونه که کمک کننده باشه. بسیار تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، هم یک جنبندی کلی از حرفای امروزیتون به ما و بیننده ها داشته باشین. خب به صورت کلی اگه بخوایم در مورد گاز گرفتگی با یک صحبت داشته باشیم، همین است که گفتیم گاز گرفتگی مخصوصا امو به شکل حاد که واقع میشه، یک حالت خطرناک و عاجل طبی است که از اثر مواجه شدن با گاز کربن مونوکساید به وجود میاد. گاز کربن مونوکساید گفتیم از اثر سوختن ناقص مواد ایجاد میشه، میتونه که از اثر سوختن گاز اینا باشه. یک چیزی که در خلال صحبتامون که باید اشاره میکردیم، واقعات شمال شفاخانه زیاد داریم، زغال صندلی، زغالی که زیر صندلی میسوزانن، این هم گاز باعث ایجاد زغال گرفتگی میگن که مثلا یک شکل از گاز گرفتگی است. از اثر امی عواملی که مواد گفتیم یا بی کیفیت باشه یا درست نسوزه یا وسیله که موادش سوختن
نمیشه، استاندارد نباشه، باعث میشه که همین حالت بار بیاید. وقتی که این حالت بار میاد اعراض علائمش مرتبط با فیصدی همو گاز است که چقدر گاز در محیط زیاد بوده و همون قدر چقدر با خون یک جای شده. اگر هر چقدر زیاد باشه، اگر فیصدی بسیار زیاد باشه، میتونه یک حالت کشنده باشه، حتی با شفاخانه با اینا نرسن دیگه. این یک حالت عاجل امرجنسی طبی است. وقتی که افراد با این مواجه میشن باید هر چه عاجل کوشش کنن که مریض به شفاخانه برسانن تا هم کمک عاجل برشان شود و هم از نظر اختلاطاتی که بعدا میتونه به وجود بیاید از این نظر توسط دکتر ارزیابی شود و در اون قسمت هم مدیریت صورت بگیره تا افراد هموطنان عزیز ما دچار اختلاطات مزمن گاز گرفتگی نشن. و موضوع دیگه که گفتیم که به خاطر وقایش کوشش کنیم که از مواد با کیفیت استفاده کنیم، مواد به صورت درست بسوزه و در محیط اکسیژن کافی باشه. کوشش کنیم که در محیط های بسته، محیط که اکسیژن کم است و همچنان مواد به کیفیت و یا سوختاندنش به صورت ناقص اجتناب شود. و همچنان گروپ هایی که زیاد آسیب پذیر هستند زیاد متوجهشان باشیم در فصل زمستان. اگر کوشش کنیم که اول مواجه نشن و اگر مواجه میشن کوشش کنیم که اول به اونا کمک برسانیم، مثل طفلای نوزاد، طفلای خردسن، افراد مسن که مشکلات دیگه زمینی دارن و خانم های حامله. پیش از اینا حالت نسبت به افراد دیگه خطرناکتر است. برای اینا کوشش که کمک عاجل صورت بگیره. خیلی سپاس دکتر صاحب از حضورتان به برنامه و از توصیه های نیکتان. حال هم کمره های معارف در خدمتتان است، اگر گفتنی مانده باشه میتونید بگید. خب تشکر میکنم از شما که زمینه را مساعد ساختین تا با هموطنان عزیز از این طریق ما مخاطب باشیم و گپایی که بود اونا را برشان برسانیم. بار دیگه توصیه ما همین است که زندگی و حیات یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ الهی است، بسیار چیز با ارزش است. اینا هیچ وقت کوشش کنیم که همیشه جدی بگیریم و اینا هیچ وقت ساده فکر نکنیم و بعضی مسائل بسیار جزئی است که با توجهی به او میتونیم که حیات خود و از بستگان خود با خطر مواجه بسازیم، که از جمله همین موضوع گاز گرفتگی است که شما امروز انتخاب کردین. یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است و هموطنان ما این موضوع را بسیار جدی بگیرن، خصوصا که حال فصل سرما شروع شده و در فصل سرما قرار داریم. در این قسمت زیاد احتیاط کنند که خدای نخواسته خودشان فامیلشان دچار از جنجال نشن و خدای نخواسته برشان مصیبت بار نبره. تشکر از توجهتان. خیلی سپاس دکتر صاحب. هموطنان عزیز و ارجمند، آهسته آهسته رسیدیم به اخیر برنامه و ناگزیر هستیم که برنامه رو در همینجا خاتمه دهیم. سپاس از حوصله‌مندی تک تک شما که تا حال بیننده و شنونده صحت برای همه بودید. شما می توانید نظریات و دیدگاه خود را از طریق صفحه فیسبوک معارف تیوی با ما شریک بسازید. تا یکی دیگر از برنامه‌های بومی، مردمی و محلی دیگر که من احمد منصور مسعود با جمعی از همکاران عزیزم تهیه و تقدیم شما می‌گردانیم، شما را به الله توانا و منان امانت می‌سپاریم. وقتتان خوش. الله نگهدار.